موجودی کوچک اما خطرناک. معروف به پشه ببری، یعنی ظاهری شبیه به ببر با لکه‌های سیاه و سفید داره. این پشه یه وجه تمایز دیگری هم نسبت به پشه‌های دیگه داره. اصطلاحاً روزفعاله یا روزگزه. یعنی اگه مردم عزیز ما پشه‌ای رو دیدند که با این لکه‌های تیره و روشن و در روز داره خون میخوره، چون عمده پشه‌های ما شب فعالن، میتونن شک بکنن به اینکه این پشه آیدس ایجیپتایی است. پشه آیدس که میتواند ناقل چند بیماری از جمله تب دنگی، تب زرد، چیکونگونیا و زیکا باشه. این زمانی هستش که ما افرادی رو که مبتلای به این بیماری ها هستند بیان تو مناطقی که این پشه هم وجود داره و اون وقته که این پشه میتونه با قدرت زیاد و با سرعت زیاد بتونه اینو بین مردم انتقال بده. محل استقرار این حشره پرخطر بیشتر مناطق گرم و نیمه گرمه. از این جهت 50% جمعیت دنیا در معرض خطر بیماری‌های منتقل از این پشه هستند. و محل رشد و نمو اون هم حاشیه رودخانه‌ها و فاضلاب‌ها و حتی آب‌های راکد در منازله. مهمترینش بهسازی محیط و از بین بردن زیستگاه‌های لاروی پشه و محل‌هایی هست که بالقوه میتونه تخم گذاری کنه. حالا باید بدونیم که بیماری‌هایی که از طریق پشه آیدس منتقل میشه هم دارای علائمی است. برخی از علائم عادی اند، مثل تب و درد پشت چشم